اگه برهما یا لاری پرورش میدی، توی 30 ثانیه میخوام نکاتی بهت بگم که کیفیت پرنده ها تو به اوج برسونی. به دلیل سنگین وزن بودن این نژاد، این خروس ها بیشتر از 2 تا مرغ رو نمیتونن ساپورت کنن و شما نباید بیشتر از 2 تا مرغ به عقل این خروس ها در بیارین. اگه میخوای تو این پرنده ها پرورش دهنده حرفه‌ای باشی، به رنگ و نژاد این حیوان ها خیلی اهمیت بده. توی لاری ها، افغان ها و اوشاموها توی رنگ های تیره خیلی بازار بهتری داره. توی برهما هم رنگ لایت خیلی پرطرفداره. تغذیه و آب این پرنده ها بیشتر اهمیت بدید. سعی کنید تو تغذیهشون کلسیم و ویتامین دی بیشتری استفاده کنید. توی آب این پرنده ها هم از ویتامین آدسه بیشتر استفاده بشه. یادت باشه اگر کلسیم و ویتامین دی کمی استفاده بکنی، این پرنده ها زودتر به بیماری لقی و پوک استخوان مبتلا میشه. برای جوجه کشی از این پرنده های گرون قیمت به یه دستگاه با کیفیت و معتبر نیاز داریم که ما چه از ظرفیت خونگی و چه صنعتی هر دوشو موجود داریم.